وزارت تندرستی تاجیکستان شام 2 سپتامبر آخرین آمار مربوط به وضع پاندمی کرونا ویروس نو کووید 19 را نشر کرد. بر اساس اطلاع وزارت در یک شبانه روز آخر در کشور 29 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس به قید گرفته شده، 34 نفر از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه کسی نففتید است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 2 سپتامبر در کشور 16913 حالت سرایت شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16776 نفر یا 99.2% شفا یافتند. 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از ارقام رسمی وزارت تندرستی برمیآید که تا شام 2 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها همگی 13 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 29 نفر است که گرفتارشان به کرونا ویروس تازه روز 2 سپتامبر آشکار شده است. از بس که در بین همگی چند ساعت از کرونا ویروس شفا یافتن بیش از نصف این بیماران خیلی شبهه برانگیز می نماید. بسیاری ها به آمار رسمی وزارت تندرستی با نظر شبهه و برخی حتی با تمسخر نگاه می کنند و می گویند این وزارت به خاطر اینکه تا جشن استقلال تاجیکستان درباره پورا نابود شدن کرونا ویروس در کشور حساب دهد، رقم های مربوط به پنجشنبه پاندمی را بر دروغ و خیلی بیهنرانه دستکاری کرده ایستاده است. به حساب میانه برای تبابت کرونا ویروس کمش 2 هفته لازم است. در 2 هفته آخر بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 500 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده، یگان حالت مرگ از پاندمی به قید گرفته نشده است و این ادعای وزارت که گویا حالا در کشور همگی 13 بیمار کرونا ویروس باقی مانده است سوالی را به وجود می آورد که پس آن بیش از 500 نفری که گرفتاریشان به ویروس در 2 هفته آخر آشکار شد کجا شدند؟ مگر در تاجیکستان یگان اصول انقلابی تبابت کرونا ویروس را کشف کردند که بیماران را در همگی چند ساعت از این بیماری معالجه می کنند و یا این باز یک خاکپوشی دیگر به چشم دولت و مردم است؟